مدت 5 روز می شود که در مشقگاه صحرایی فخرآباد تمرین‌های تاکتیکی مشترک با اشتراک واحدهای تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی و قوه‌های زودعمل اپراتیوی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی گذرانیده می شود. هدف مذکور با مقصد مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای زمان معاصر از 15 نوامبر سال جاری آغاز گردیده 19 نوامبر سال 2021 جمع بست گردید. در مشقگاه صحرایی فخرآباد مشق‌های مخصوصی تاکتیکی تحت عنوان کوبالت 2021 در موضوع بنقشه‌گیری و گذراندن عملیات مخصوص برای نیست کردن گروه‌های مسلحی که غیرقانونی وارد سرحد می‌گردند برگزار گردید. مورد به تاکید است که مشق‌های مخصوصی تاکتیکی از جانب اشتراکچیان با مهارت بلند کسبی اجرا گردید. این اقدام با مقصد مستحکم نمودن همکاری‌های بین‌المللی، ساختارهای قدرتی و نظامی در مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای زمان معاصر راه‌اندازی گردیده است. هیئت نمایندگان جمهوری ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و فدراسیای روسیه جهت اشتراک در مشق‌های تاکتیکی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. از جمهوری تاجیکستان نمایندگان واحدهای تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی و پایگاه نظامی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان در مشق‌های تاکتیکی فعالانه اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را تکمیل داده تبادل تجربه نمودند. مورد به ذکر است که در مشق‌های مذکور متخصصان تکنیکی و مرگن‌ها و نشانزن‌های ورزیده هنر و مهارت بلند جنگی خود را نشان داده از نقلیات‌های معاصر زره‌پوش جنگی، یراق‌های وزنین دستی استفاده شونده، گلولانداز، پلمیات و یراق‌های نشانزنی و دیگر یراق‌های آتشفشانی به نشانه‌های مخصوص از طرزهای گوناگون جنگی هنگام حرکت در جای ایست و دیگر حالت‌های خاص منطقه کوهی آتش کشیده دشمنان شرطی را به ضرر گردانیده نشانه‌ها را زیر هدف قرار دادند. در چاره‌بینی مخصوصی مشترک تاکتیکی راهبران مقامات حفظ حقوق و قدرتی جمهوری تاجیکستان، نمایندگان یک قطار کورپس‌های دیپلماتی دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی اشتراک داشتند. در روز آخرین چاره‌بینی نمایش یراق و اسلحه جنگی، ماشین‌های زره‌پوش و دیگر مشق‌های تاکتیکی برای نیست و نابود کردن دشمن و حمایت سرحدات دولتی گذرانیده شد. در فرجام چاره‌بینی مخصوصی جنگی که در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده بود، به یک گروه فعالان سپاسنامه، افتخارنامه و نشانه‌های سرسینگی تقدیم کرده شد.